سلام به پایان براتون دوستی عزیز ارجمند بیننده گرامی. حالا ما حیاتی گروه داریم داخل میشیم و آرامگاه و قبر یکی از شاعرهای خوب عمر خیام. استاد راجع به این شخصیت ما حالا داریم در آرامگاهش قدم میگذاریم. شما از شعرها اینها قرائت کنید بیننده ما را ببینم. سلامت و سربلند باشید. ما یک گروه از تاجیکستان بهشت آسا با این قدمگاه بزرگان از آن جمله عمر خیام نشاپوری آمدیم که یک استاد لایق خطا مرید این کسی هم خطا نمیکنیم. بسیار یک بیت زیبایی گفتم: از خاک نشاپور صدا آید باز، فریاد دل از هر دو سرا آید باز. ای خیمه آسمان 200 پاره شوی، خیام به خیمت کجا باید آز. خواندن گرچه شاه ما حلقه بین اول و انجامیم، پیوسته عصر 20 شیر خامیم. خیام که گفته بوده به ذریات، مادام که ما شهپسری خیامیم. سلام باشه. حالا ما رو با قرائت شعرهای عمر خیام درخت میشکنه اجازه ورود ندادن.